ماده هر آن چیزی که دارای کتله و حجم باشد. یک تعریف عمومی است که ما از ماده داریم. اما برای تشریح بهتر تعریف ماده، وقتی میگیم ماده چیزی است که دارای کتله و حجم باشه، بهتر است که موضوع کتله و حجم برای دانش آموزا بهتر واضح شود تا اونا یک تعریف واضح‌تر و خوبتر را از ماده پیشان داشته باشه و یک درک بهتر را از ماده داشته باشه. برای از اینکه ما و شما بتانیم این دو موضوع کتله و حجم بهتر واضح بسازیم، فعالیتی که ما در نظر گرفتم اجرا میکنم. برای اجرای این فعالیت ما و شما به یک عدد ترازو ضرورت داریم، دو جسم که دارای حجم های یکسان باشه، مثلا دو مکعب مستطیل ما در نظر گرفتم، یک مقدار نمک یا بوره و همچنان یک مقدار کتان یا پنبه ضرورت داریم. روش کار چه قسم است؟ اول ما و شما میگیریم یک تعریف از کتله را ارائه میکنیم، بعدش میریم طرف اندازه‌گیری کتله و توزیع واحدات اندازه‌گیری کتله. کتله مقدار ذرات تشکیل دهنده یک ماده و یا مقدار مواد گفته میشه که یک جسم یا یک ماده از او تشکیل میشه. واحدات اندازه‌گیری کتله البته واحد بین المللیش کیلوگرم است که بعد کیلوگرم میتونه از خود دارای اضعاف باشه، یعنی واحدات بزرگتر داشته باشه و دارای اجزا باشه از خود واحدات کوچکتر داشته باشه. ما میتونیم کتله اجسام توسط ترازو اندازه‌گیری کنیم. مثلا من میگیرم کتله اجسام را که اینجا دارم، یک دو تاش به شکل نمونه اندازه میگیرم. بر از این مکعب مستطیل که ما و شما داریم میبینیم کتلهش چقدر است. اول ترازو رو من روشن میسازم، میگذاریم تا حالت صفر بر خود بگیره. فعلا آماده است. ما شما میبینیم که این مکعب مستطیل دارای کتله 72.63 گرم است. یعنی یک کتله 72.63 گرم داره که میشه شما با انجام عملی اندازه‌گیری کتله برای دانش آموز تعریف کتله را واضح بسازید. از جانب دیگه ما میگیم که کتله مقدار ذرات تشکیل دهنده یک جسم است. در این مکعب مستطیل ذرات به صورت واضح دیده نمیشه، یعنی ما و شما ذرات به شکل جداگانه نمیبینیم. به خاطر از اینکه موضوع ذرات واضح شوه، ما و شما میگیریم این مکعب مستطیل توسط نمک پر میسازیم یا توسط بوره پر میسازیم. من اینجا بوره را انتخاب کردم. ببینیم سعی کنیم این ذراتی که نمک تشکیل داده چگونه دارای کتله است. ما یک حجم به اندازه از این مکعب مستطیل از نمک در نظر میگیریم که از ذرات نمک تشکیل شده. اینو میبینیم کتلهشه. پیشتر شما کتله مکعب مستطیل میفهمید که 72 گرم بود. اگر ما این بار ایره همراه نمک که داخل بوره‌ای که داخلش پر شده اینجا قرار بتوم، ببینیم کتله چقدر تغییر میکنه. 72 گرم اما فعلا 150.23 گرم شده کتله موادی که بالای ترازو قرار داره. به این معنی که ذرات تشکیل دهنده نمک دارای کتله است، یعنی کتله جسم تشکیل میده و یک حجم از نمک که ما و شما در داخل از این مکعب مستطیل داریم، این کتله جسم ما و شما یا کتله مکعب مستطیل زیاد ساخت، از 72 گرم رساند به 152.23 گرم. و اما اگر با عین مکعب مستطیل که عین اندازه داره یا عین شکل داره، ما و شما بگیریم داخل مکعب مستطیل با یک ماده دیگه پر بسازیم. مثلا ما اینجا از پنبه استفاده میکنیم، داخل از این مکعب مستطیل پنبه را جای به جای میسازم. با قرار دادن پنبه داخل مکعب مستطیل ما و شما یک موضوع دیگر تعریف میکنیم که موضوع حجم است. حجم تعریف میکنیم مقدار جایی را که یک جسم اشغال میکنه یا یک مقدار جایی را که یک جسم میگیره. فعلا شما میبینید که خود مکعب مستطیل داره یک حجم است، یک جایی را اینجا اشغال کرده، اما در داخلش خالیگاه وجود داره. این خالیگاه را اگر ما با پنبه پر بسازم، پنبه دارای حجم است و این حجم پنبه داخل مکعب مستطیل ما و شما را پر میسازه یا اشغال میکنه.
شما میبینید که داخل مکعب مستطیل توسط پنبه پر شد. این یک حجم از پنبه رفت داخل مکعب مستطیل. و اما یک نکته را که باید اینج در نظر بگیریم، ما شما در تعریف ماده گفتیم که نظر به حالات سه‌گانه ذرات تشکیل دهنده ماده میتونه با هم متراکم باشه یا از همدیگر فاصله بیشتر داشته باشه که تاثیر داره بالای حجم ماده. یعنی میتونه یک ماده با کتله بیشتر حجم کمتر داشته باشه یا با کتله کمتر حجم بزرگتر داشته باشه. چه قسم؟ شما کتله نمک به خاطر دارین که وقتی ما بالای ترازو ماندم کتله 150.23 گرم داراست همراه مکعب مستطیلی که در داخلش نمک قرار داره. اما اگر عین مکعب مستطیل مشابه را که ما از پنبه پر ساختم ببینیم کتلهش چقدر میشه. کتله مکعب مستطیل 72 گرم بود، پنبه که داخل از قرار دادم چقدر کتله را بیشتر ساخته. فعلا کتله مکعب مستطیل و پنبه که داخلش قرار داره 78.3 گرم است. تقریبا 6 گرم پنبه در داخل از جای به جای شده و اما در بین از چقدر نمک جای به جای شده بود؟ تقریبا نزدیک به 100 گرم نمک. این بر ما شما چی را تشریح میکنه؟ که مواد دارای عین حجم، یعنی دو ماده مختلف که حجمشان یکسان باشه میتونه کتله هایشان از هم تفاوت داشته باشه. این حجم نمک وقتی ما شما میگیریم با حجم پنبه اینج مقایسه میکنیم، شما میبینید دارای عین حجم هاسته، اما نمک کتله بیشتر داره، پنبه کتله کمتر داره. علتش هم تفاوت قرار گرفتن ذراتشان است که در نمک ذرات با هم فشرده است و در پنبه ذرات از همدیگر دورتر قرار داره یا به اصطلاح حجم بیشتر اشغال میکنه. ما شما میتونیم با اجرای از این فعالیت اندازه‌گیری کتله و همچنان حجم برش یک تعریف بدیم که برای تشریح بهتر و اندازه‌گیری حجم در درس‌های بعدی صحبت خواهد شد. و تنها در قسمت واحد اندازه‌گیری حجم باید یادآور شوم که واحد بین المللی اندازه‌گیری حجم متر مکعب است که هم باز میتونه از خود دارای اضعاف و دارای اجزا باشه. ما شما میتونیم با اجرای از این فعالیت یک تعریف بهتر و خوبتر برای کتله و حجم مواد ارائه کنیم.